87% مردم آمریکا زناکار هستند. در کشوری که 87% زناکار باشد، در کشوری که 30% مردمش لواطتکار باشند، با بچه ها ازدواج کنند، در کشوری که در اونجا چیز به نام محبت، به نام اعتماد دیده نشود. شما بروید در آمریکا، واشنگتن آمریکا، نیویورک که شهرهای قوی و بزرگ آمریکا هستند، وقتی ژورنالیست در شهر نیویورک آمریکا میگردد، از هر جوان پرسان میکنه چی چیز کمبود داریم؟ میگه چیزی که در بین ما نیست، آرامش نداریم، یک اعتماد در بین ما نیست، زن مال ما نیست، زن ما با 14 تا 15 تا پسر غیر ما ارتباط دارد، اون را به نام بایفرند نامش ماندن. امروز مسلمان آرزو دارد که من آمریکا بروم، هر روز 3 تا تماس 2 تا تماس از جوانان آمریکا به من می شود.